تو ادبیات یا مواردی که الان تو فضای سایبر خیلی داره ترند شده و ما ایرانی‌ها خیلی استقبال کردیم، متاسفانه میگیم حال نگر باشید. نه آینده رو کاری داشته باشه، آینده که نیومده، با آینده چیکار داریم؟ گذشته هم که رفته، به گذشته چیکار داریم؟ پس حال نگر باشیم. من فکر میکنم هم کسایی که گذشته نگرن، هم کسایی که حال نگرن حتما در آینده مشکلات بسیار بزرگتری خواهند داشت. عقل سلیم اجازه نمیده که من بگم حال نگرم، همین الان دارم زندگیمو میکنم، کیفمو میخوام بکنم، حالمو میخوام بکنم، ولی 4 سبا دیگه 1000 تا مشکلات داشته باشم برای خودم و خانواده‌ام و کشورم و سازمانم. ما میگیم که خب میایم به آینده نگاه کنیم، ببینیم آینده چجوریه، خودمون رو تطبیق بدیم به آینده. من به جای که حال نگر باشم میتونم برم اصلا برای آینده خودم یه نقشه داشته باشم. مگه میشه کسی به آیندهش فکر نکنه؟ اگر همین عزیزانی که تو کف خیابون به آیندهشون فکر نمیکنن چرا تو صف دلار وامیستن؟ چطور ممکنه مثلا یک سازمان یا یک فرد فرهیخته به آیندهش فکر نکنه؟ حالا من به آینده فکر میکنم، آینده پژوهی میکنم، آینده رو بررسی میکنم، آینده نگاری میکنم، به تصویر میکشم سناریوهای مختلفی که ممکنه برای من شخص یا برای من سازمان و حتی برای کشورمون پیش بیاد و سعی میکنم خودم رو تطبیق بدم با اون.